محصولاتشون رو به صورت اینترنتی برای فروش گذاشتن اعتماد دارین؟ اصلا فکر میکنین که مزایا و معایب خرید غیر حضوری یعنی خرید اینترنتی چه چیزایی هستش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مژده لواسانی هستم، میزبان شما در کافه سوال. خیلی خوش آمدید. من قول میدم که از خرید اینترنتی ضرر نکنین. دست کم بابا تو ترافیک چه کاری از شمال و شرق و جنوب و غرب تهران این همه وقتمون هدر بره بریم برای خرید. امشب در خدمت سرکار خانم مهندس فرانک رازقی اسکویی، قائم مقام مرکز تجارت الکترونیک، البته شب گذشته هم در خدمتشون بودیم و معروف حضور هستند، و سرکار خانم آرزوی خسروی از کارشناسان تجارت الکترونیک هستیم. خیلی خوش اومدید هر دو بزرگوار. خانم خسروی عزیز، این نوع اطلاعات و اینها چقدر واقعا بین حالا مردم و از سوی دیگه اصلا نهادها، ارگان‌ها، نمیدونم جاهایی که وابسته هستن و حالا شخصیت در واقع حقوقی دارند جا افتاده، چقدر فرهنگ سازی شده، چقدر به کارشون اومده؟ بله، مطلبی که اشاره کردیم مطلبیه که فوق العاده حائز اهمیته، به این ترتیب که فرهنگ سازی الان نقش بسیاری داره تو تجارت الکترونیک ما بازی میکنه. برای اینکه تجارت الکترونیک به نوبه خود توی جامعه ما یه کار جدیده و خب عدم آگاهی مردم کمک میکنه بیشتر که این امر به سمت نزول بیاد، نه اینکه صعود کنه. و ما تنها چیزی رو که از مرکز توسعه تجارت میخوایم و از وزارت صنعت معدن تجارت، اینکه با تلاش‌هایی که شماها دارین انجام میدین و خیلی عالیه که این مثلا این جشنواره رو که افتتاح کردین خودش به نوعی فرهنگ سازیه. بله، سوال فرهنگ سازی. بله، بله و خب این فرهنگ سازی کمک میکنه که شناخت مردم خیلی بیشتر بشه و اصلا بدونن با همین توضیحاتی که شما ابتدای برنامه دادین که چطور خرید کنن و چه سایت هایی خرید کنن. خب مثلا ما توصیه میکنیم از سایت هایی خرید کنن که نماد اعتماد الکترونیک رو از وزارت داشته باشن. اصلا فکر کنم باید از این سایت ها دیگه خرید کنن. بله باید، ولی خب قطعا به همین طوری که شما میگین باید از این سایت ها خرید بشه، ولی باورتون میشه وقتی که به شرکت تماس میگیرن و میخوان که سفارششون رو بدن میگن چطور میتونیم به شما اعتماد کنیم، با اینکه براشون توضیح میدین که نماد اعتماد الکترونیک رو شما میتونید توی صفحه اصلیش وبسایت ببینید، ولی باز همین سوالی که خب نماد اعتماد الکترونیک چی هست؟ بعد میگیم خب برین وبسایتش رو بخونید. بعد این مشکلات باعث میشه که میبینید مردم خب دچار چالش بشن با عدم آگاهی و این مورد خیلی کوچیکیه که اگر شفاف بشه، شفاف سازی بشه و یه بستر مناسب ایجاد بشه، قاعدتاً خیلی از اینها از سردرگمی، یعنی مردم که میخوان واقعا الکترونیکی بخرن ولی سردرگمن و خب فیدبک های خوبی هم نداشتن از قبل که خب از سایت های خرید کردن که خب خوب نبوده، راضی نبودن و الان وقتی در مورد نماد صحبت میکنیم چون اطلاعی ندارن بازم خیلی نمیتونن اعتماد کنن. حالا برنامه دیشب شما ندیدین؟ که خیلی کم. خب برنامه دیشبمون خانم مهندس اسکویی کامل مبسوط و مفصل درباره این نماد اعتماد الکترونیک مفصل توضیح دادن. پس یه فرهنگ سازی خوب منم که نمیدونستم قشنگ الان کامل بگیم براتون توضیح میدم. خیلی و اینکه همین توضیحات که خب خرید اینترنتی خیلی میتونه کمک کنه، اینها خیلی کمکه که مردم اشتیاق پیدا کنن به اینکه بیان به سمت خرید اینترنتی و اینکه خب سایت های برگزیده سایت هایی هستن که وزارت داره براشون مشخص میکنه، ولی اینها همه روندهایی هستش که از دست ما که اشخاص هستیم که در حد دولت نمیتونیم یا در حد وزارت توانایی نداریم، ما از وزارت میخوایم که اینها رو برای ما انجام بدن. این خواسته ماست. از سمت دیگه مشکلی که تمام سایت ها دارن اینن که حتی ارگان ها یا نهادهای دولتی این سایت ها به رسمیت نمیشناسن و حتی با اینکه نماد اعتماد الکترونیک دارن مشکلاتی ایجاد میشه براشون و ما هیچ جایی رو نداریم که از اون حمایت کنن.